حجامت و سم‌زدایی بدن. سم از هر کجا وارد بدن بشه از جای حجامت خارج میشه. این ابزار رو داشتش یه وقت اگر خدا نکنه اتفاق افتاد یک بادکش میسمش تمام. This is خوانندگی کافی است. بدن ما برای دفع سموم صدها مکانیزم مختلف داره. مثلا اورا رو از کلیه دفع میکنه، بیلیروبین رو از کبد دفع میکنه، کراتینین رو کلیه‌ها دفع میکنن، فلزات سنگین هر کدوم مکانیزم خاص خودشونو دارن. مثلا جیوه از مدفوع دفع میشه. خلاصه که بدن انقدر بی‌در و پیکر نیست که سما رو جمع کنه یه جا، یعنی دقیقاً پشت کمر، که شما به تیغ بزنی اینو بچهای مهد و کودکی بریزن بیرون. ادعای بعدی رفع غلظت خون. اولا که شما از کجا فهمیدی غلظت خون داری؟ حتما اونم با دیدن رنگ خونت که چون تیره است تشخیص دادی غلظت خون داری. دوم توی هر مرحله حجامت نهایت 20 تا 50 میلی لیتر خون از بدنت خارج میشه که نصفش هم مایع میان بافتی هستن. خب برو خون بده، تقریبا 500 میلی لیتر خون از بدنت خارج میشه، یعنی 10 برابر حجامت. شاید تونستی جون یه نفرم نجات بدی. حالا جالبه، من از چت جی پی تی پرسیدم در مورد حجامت چه ادعاهایی میکنن که در مورد اونها هم صحبت کنم باهاتون و با این شاهکار مواجه شدم. اگه اینطوریه که ما کاسه کوزه رو جمع کنیم و هر چی بیمار اومد دیگه میفرستیم حجامت کنه دیگه. خلاصه که من دارم میگم انجام ندید چون واقعا سودی نداره، اما اگر باز میخواید انجام بدید لطفاً پیش یه فرد آشنا انجام بدید، چون خیلی دیده شده که از تیغ‌های مشترک استفاده میکنن که متاسفانه بیماریایی مثل ایدز رو منتقل میکنه. خیلی مخلص.